مستقیم بپر بالا. هی میبینی ننه جون، جوونای الان از این اسکلت های دور گردنشون مشخصه که اهل ازدواج نیستن. منظورم با شما نیستا. هی گفتی ننه جون، اگه من جای اینا بودم. زیادم نرو تو اسم ننه جون. تا یک کلمم باشون حرف بزنی فوراً تمثیل لیوان شیر و خرید گاو و مطرح میکنن. بحث شیر و گاو نیست که، اینا کلن خیلی ماستن. شما هی میگین ازدواج، آخه من جوون با کدوم امید ازدواج کنم؟ این همش بهونه است. اصلا من همینجا به عنوان مجری شروع اولین برنامه تاکسی دیتو اعلام میکنم. دخترم پارتنر شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ طرف مقابلم باید خونه‌اش زعفرانیه باشه وگرنه کنسله. حالا تو خونه ددی جونش جوجه رو با زردچوبه زعفرونی میکنه ها، بعد خونه خواستگار اگه زعفرانی نباشه کنسل. خب راست میگه دیگه. من اگر بخوام نظر کارشناسی بدم قلعه حسن خانم از سر زیاد. گذشته از طبقه دخترها کلن از بعضی پسرام شوهر پرچمدار که نه حتی میان رده هم در نمیاد. یکی نیست بگه آخه پسر جون مگه تو برادر اسرائیلی، اون گردنبند اسکلت چیه؟ البته با شما نیستم. خب پسرم شما چه ویژگی از طرف مقابلت انتظار داری؟ خب از نظر من دختر باید بلند باشه، نچرال با چشم سبزابی، قیافه عین مارگرابی، قد بلند باشه و عاطفه دار، وگرنه کلان از ویق کنسل. والا اعتماد به نفس بعضیا رو اگه کفش و زک داشت الان مالک برند آدیداس بود. بابا شما کلن فرهنگ بلایند دیت ندارید. چقدر آخه لو لول و تاکسیک و چیپی. دیسلایک. ای بابا خجالتم خوب چیزیه. همگی بفرمایین بیرون. همین مونده بود که آخر عمری از مسافر کشی به دک کشی بیفتیم.